بعضی میگه که او موقف اجتماعی تا دست ندی، باید در کنفرانس ها، در سیمینارها، در هتل‌ها، در هر چیز تو خواسته شه. اگه ای تو تندروی کردی باز هیچ جای کسی تو را نمیخواد. توبه، لعنت به مو تو پلو و گوشت موقف که الله از من ناراض شد. توبه، ما پلو و گوشت خوش داریم ولی در باطل نیم. کی خوش نداره؟ اگه تو میگه این دنیا گمش که از مزه دنیا خبر نیست، چطور نیستیم خبر؟ از کل چیز خبر است. مزه دنیا را میشناسیم، لذت دنیا را خوش داریم. رسول الله هم گوشت گوسفند هر چیز خوش داشت، گوشت گوسفند میخور ولی در برابر حق نمیفروختش که گوسفند بخوره و حق الا بده یا الله را ناراض کنه به خاطر گوسفند. این کارا نکرده، صحابه هم نکرده این کارا. ما میخوایم گوشت گوسفند در طریق حق به دست بیاریم. چطور میگه خوب نیست؟ این از طریق حق همون گوشت همون گوسفند همون موقفه از طریق حق به دست بیاریم. اینی بسیار خوبه و دیگه الله راضی میشه.